خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. مادرم علما خان نخست فرزندی خاندانش بود. ولی در گذری خواجه جان خواجه، این گذر حالا هم هست، متولد شده است. از 7 سالگی نزد مادر کلانش که در حولی خود مکتب داشت خط و سواد آموخته، با ذهنی تیز در 3-4 سال کتاب‌های متداول مکتب‌های آن زمانه را به اصطلاح خوانده فراورده است. غیر از این پدرش به دختری نخستین و دوست داشتهش خواندن دیوان حافظ را آموخته است. مادر تا آخری عمر حافظ را دوست می داشت و بسیار شعرهای او را به آهنگ مخصوص با صدای خوش و فارم برای ما فرزندان و گاها برای مهمانان و دوستان می سرود. این چنین شعرهای شاعری ترک زبان فضولی را که در مکتب‌های کهنه تاجیکی می خواندند از یاد می دانست. خواندن فضولی برای شاگردان تاجیک دشوار نبود. برابر آهنگ خوش زبان شعر، غزلهای او از کلمه و عبارات تاجیکی مالامال بود که آن را به ترجمه هر یک تاجیک می فهمید. چنانچه در این 2 بیت شاعر بجز چند واژه ترکی همه تاجیکی فارسی است. دوست بی پروا، فلک بی رحم، دوران بی سکون، درد چوخ، همدرد یخ، دشمن قوی، طالع زبون، هر سهی قد جلوسی بر سیل طوفان بلا، هر هلال ابرو قاشی بر سرخط مشق جنون. انقلاب اکتبر بر روند زندگی مادرم بی تأثیر نماند. واقعی اولین انقلابی برای مادرم معرکه به اصطلاح آزادی زنان یا چنانچه در میان مردم به نام دیگر مشهور گشت معرکه فرنجی پرتایی بود. حزب کمونیستی و حکومت شورا به معرکه آزادی زنان رنگ سیاسی و جنبش عمومی خلقی داد. یکی از واقعه‌های عمومی خلقی که در سمرقند به تشکیل آن قبلا آمادگی کلان می دیدند، در میدان ریگستان به مناسبت روز 8 مارس تشکیل نمودن فرنجی پرتایی عمومی زنان شهر کهنه بود. مادرم می گفت که پدرش چند روز پیش از این واقعی به قول خودش مدهش به من گفت که شما فرنجی را در ریگستان نپرتایید و همچون زنی معلمی پیش قدم از خانه به سر رویمال بسته با روی کشاده به کوچه برآیید. این بهتر از آن است که به ریگستان رفته فرنجی خود را از سر گرفته به آتش اندازید. برای مادرم که از 12 سالگی زیر فرنجی بود، به کوچه پیش مردم نامحرم با روی کشاده برآمدن واقعی دهشتناک و گناهی عظیمی نابخشودنی بود. و چنین عصیان و بیباکی مادرم هیچ راضی نمی شد. آخران پدرم گفته است که اگر این کار را نکند، مأموران حکومت و سران حزب پدرم را همچون یک شخص جانبدار دنیای کهن و خصوصا همچون مفتی زاده و خواجه نسب از کارها پیش کرده رد معرکه می کنند. مادرم دیگر علاج مقابلت کردن نداشت. روز 8 مارس سال 1928 یا 27 دادر خردیم مهدی خان طفل شیرخوار را پرپیچ کرده با سرپرستی تقاعی خردی خود قاری بقا خان جوان 20-25 ساله به ریگستان می براید. ریگستان آن روز مثل محشر، روز قیامت بود. زنان فرنجی پوش و بی فرنجی و مردان حزبی و حکومتی میدان را پراپور کرده بودند. در یک طرف منبر ساخته بودند که آنجا مرد و زن به سخن برآمده به اصطلاح زندگی ذلت آور و پرمشقت زنان بی حقوق را در زمان ظلم و ستم ملامت می کردند و امروز آفتاب آزادی را چون طالع درخشان زن و دختران ستایش می نمودند. بعد از هر سخنرانی بعضی زنها خودشان و اکثر زنهای حزبی بی فرنجی
فرنجی‌های تازه و آهری را از سرهای زنان گرفته به آتش می‌انداختند. در این شور و غوغا رستاخیز فرنجی پرتایی، این واقعی مدهش بیگانه، هوش از سری مادرم پریده بود و ندانسته ماند که به دست کسی یا قصدن یا تصادفاً رویمال آن کس در ماند و قریب از سر افتاده بود. مادرم به اختیار بچه پرپیچش را به یک جوان پسری که در پهلویش بود داده هنوز رویمال را به سر نکشیده بود که جوان پسر یک بار غایب شد. تقاطوره بچه ما را گرفته گریختند. ناگهان به خود آمده فریاد میزند مادرم. آخر چی کار کردی؟ بچه را از دست دادی بدبخت. تقاطوره زود در بین ازدحام به جستجوی جوان پسر می دود. مادرم گریان و نالان از جایش نمی جنبد. ناگهان تقاطوره بچه در دست پیدا می شود. بچه لعنتی تنها نبوده است، یک زنی فرنجی پوش همراهش بوده است. معلوم می شود که بچه تو را تگی چشم کرده بودند. بچه را گرفته پسر بچه را چند تارسکی زده بودند که زنی فرنجی پوش گریخته رفت. همان سالها در کوچه و بازار بچه دزدها پیدا شدند و کودک های خردسال را دزدیده می فروختند. گفت مادرم بعد از آن که این واقعی ناخوش را به ما نقل کرد. بعد از 2-3 سال این واقعه مادرم به کورس معلم تیار کنی تاجیکی داخل می شود. این کورس ها در مدرسه شیبانی خان که در کوچه تاشکند بود و آن را در اول سالهای 50 عصر گذشته ویران کردند، برای جوانان 25-30 ساله تشکیل شده بودند و خوانندگان از ریانهای کوهستان گرد و اطراف سمرقند و فلغر و پنجکند بودند. مقصد از تشکیل این کورس ها زودتر تیار نمودن معلمان صنف‌های ابتدایی مکتب‌های تاجیکی بود. در این کورس ها از زنها تنها 4 نفر تحصیل می کردند و همه آنها از سمرقند بودند. مادری من، خاله من، همسری استاد صدرالدین عینی و باز زنی از گذر دکچبریان کامیلوو که تا آخری عمرش معلم صنف‌های ابتدایی بود. طالب علمان این کورس ها به جز آموختن نوشتن و خواندن الفبای نوی لاتینی از جغرافیه، تاریخ، طبیعت شناسی، حساب و زبان روسی درس می خواندند. بعد از ختم این کورس ها مادرم را به معلمی صنف 1 مکتب نامدار 4 قبول کردند. مکتب در گذر ما مدنیت در حولی یک بای تبعید شده واقع گشته و در کنار مکتب‌های مشهور شهر بود. در مکتب معلم‌های معروف سمرقند کار می‌کردند و مادرم یگانه معلمه بود. بعد از 1 سال ما به پنجکند کوچیدیم و مادرم در آنجا معلمی را ادامه داد. غیر از صنف‌های 1 در مکتب محو بیسوادی به زنان پنجکند سواد می‌آموخت. در مدت کوتاه معلمی میان مادرم و شاگردان مهر و محبت متقابل پیدا شد. زنهای جوان مادرم را نه تنها چون معلمه دانا و زیبا بلکه همچون دوگانه و خواهری مشفق و مهربان دوست می داشتند. 1 سال نگذشته اداره معارف شهر کار معلمی مادرم را تقدیر و تحسین کرده به وی جایزه پولی و رحمتنامه داد. این کاغذ رحمتنامه که به دست کاتب شعبه معارف نوشته و با امضای و مهر مدیر معارف تصدیق یافته بود، در آن وقتها مثل آردن و نشان قدر و ارزش داشت. من این حجت را حالا همچون سندی تاریخی مکتب و معارف تاجیک نگهداری می کنم. بعد از 1 سال معلمی مادرم سخت بیمار شد تا درجه‌ای که بیم آن کس را گم کردن به میان آمده بود. بیماری سخت و دور و دراز دیگر به کار معلمی مانع آمد. سال 1936 ما به سمرقند بازگشتیم. مادرم صحت یافت اما به معلمی دیگر میل نکرد. او حس می‌کرد که حالا سطح دانش و معارف در شهر بالا رفته و درجه درس دادن آن کس به مقتضای زمان جوابگوی نیست. دیگر به کارهای روزگار و تربیه فرزندان مشغول شد. مادرم زنی خوشفعل، خوش سخن و مهمش از همه خیلی مواساکار و بیکینه بود. چنان که خود تکرار می‌کرد
با دوستان مروت و با دشمنان مدارا داشت. با همسایگان، با خویشاوندان، با آشنا و شناسهای نو در معامله و مناسبت‌های حسنه بود. تنها در آخر عمر با کیلین خردی و خصلت‌های ناشایسته وی چاره مواسا نیافته و ریشه بردباری خشک شده، خانه و حرمی در مدت زیاده از 50 سال به آرزو و امید بنیاد نموده‌اش را ترک گفته و حمایه من و دخترانش پناه برد. ما همه کوشش می‌کردیم که مادرم درد ذلت و خواری را فراموش کند. دیگر سالهای باقی مانده عمرش را به شکرانه فرزند و نبیرگانش به طرب و شادی سپری می نمود تا آن دمی که 23 دکبر سال 1983 در سمرقند در خانه خواهرم همایون خان در سن 87 سال چشم از جهان پوشید. از مادرم مهر دل گرم، چهره پرتبسم و نوازشکارانه، سرودهای گوشنواز غزلهای حافظ، خلاص همه نیکی و خیریت به یادگار مانده است. برای من بیشتر از فرزندان دیگر باز یک چیزی گرانبها به یادگار مانده است. این یادگار آموزگاری مادرم در راه تعلیم الفبای فارسی تاجیکی می باشد. در سال 1938 بود که در من شوق یاد گرفتن و خواندن الفبای عربی پیدا شد. چند بار به پدر مراجعت کردم. ایشان همانا از وضع زمان بیم داشت که با چهره نومیدی می گفت به تو چی لازم همین الفبای و همین کتاب ها؟ من یک عمر جوانیم را صرف کرده عربی و کتاب های قدیم را آموختم. امروز فایده نکرد، بلکه چون داغ گناهکاران سبب بیم و ترس شده است. اما من در عزم خود قاطع بودم و مادرم در ساعتهای فراغت خواندن و نوشتن خط عربی را آموخت. من هم از روی شوق و هوس زود یاد گرفتم و خواندن را از شعر حافظ سر کردم. به اصطلاح هن نگفته به خواندن قصه 4 پری و بعدتر 1001 شب دست یافتم. به همین طریق به شرافت و مدد مادرم و جهان پرنوری تاریخمان راه یافتم و این راه آینده زندگی و حیات معنوی من گردید.